خب رسیدیم به بخش پایانی از تب ادیت، از بخش ادیت و اصلاحات پایه نور و رنگ داخل کامرا رو. اون بخش هم کالیبریشن هستش که میایم در موردش صحبت میکنیم. کالیبریشن در واقع میاد تأثیر پیکسل ها در کانال های رنگی رو تغییر میده. یعنی چی؟ من میام اینجا زمانی که کالیبریشن رو باز میکنم یه گزینه شادوز دارم که مربوط به سایه های تصویره. میاد تینتش رو یا به صورت سبز یا قرمز تغییر میده. یعنی تم رنگی رو تقریبا مشابه این بحث کالر که اینجا داشتیم میتونم بیام اونجا روی لایت و قسمت هایی که نور داره کار میکنه و اینجا تقریبا میشه گفت برعکس همونه یا مشابه همونه، بهتره بگم توی بحث رنگ داره کار میکنه. و 3 تا کانال رنگی، رد پرایمری، گرین پرایمری و بلو پرایمری. توی هر کدوم از کانال ها باز من 2 تا اسلایدر دارم، یکی هیو و یکی سچوریشن، که اول از همه هیو میاد روی پیکسل های رد، یعنی روی کانال رنگی قرمز میاد این تأثیر رو میذاره، میگه که روی به سمت قرمزی که حالا مایل به سرخابیه بره یا به سمت زرد و نارنجی اون تهمایه رنگ بره و یا حتی شدتش کم و زیاد بشه. من از اینجا میتونم بیام شدت این کانال قرمز رو تاثیرگذاریش رو در واقع بیشتر بکنم، یا توی حتی رنگ سبز میتونم بیام بگم کانال رنگ سبز. و اینجا کاری به رنگ‌های سبز توی تصویر نداره، مربوط به کانال سبز توی تصویر، کانال RGB. اونجا ما توی کالر میکسر داشتیم بحث تفکیک رنگی رو، اینجا بحث کانال رنگیه و میتونم بیام باز شدت تاثیرگذاریش رو بیشتر بکنم. به همین صورت توی آبی هم میتونم بیام این تغییرات رو انجام بدم که حالا توی یه سری عکس‌ها بعداً نمونهشو میذارم که ببینید که تغییر این کانال آبیه چقدر وایرال هم بوده و چقدر عکس‌هایی از این دست رو خودتون دیدید. شدتش رو هم، سچوریشنش رو هم میتونم بیام اینجا زیاد بکنم و در مجموع اون زنده بودن و جذابیت رنگ ها رو میتونم بیام با این کالیبریشن تغییر بدم. به همون صورت میام دوباره توی یک عکس دیگه، کانال آبی آسمون رو دارم، رنگ سبز رو دارم توی تصویر و رنگ قرمز که در واقع کانال قرمز که توی قسمت های نارنجی. حالا اینجا میتونم بیام کاملا این تغییراتی که اینجا میدم رو شما میتونید ببینید چه اتفاقی براش میفته روی کانال سبز، روی کانال قرمز و روی کانال آبی. هر کدوم از اینها یک تأثیری دارن. مثلا توی این عکس میتونم بیام رنگ سبز رو تا چه حد بیشتر بکنم، رنگ آبی رو بیشتر بکنم و حتی تغییر دادنش میتونه چقدر روی تصویر من تأثیر بذاره. اینجا رنگ ها تا حدودی زنده تر و جذاب تر میشن، چنانچه حالا سچوریشن یا وایبرنس زیاد بشه باز میتونم بیام از قسمت های دیگه کمترش بکنم، ولی رنگ ها رو میتونم زنده تر کنم. توی این عکس هم به همین صورت میتونم بیام حتی تهمایه رنگ رو تغییر بدم، ببرمش به سمت سبزابی یا ببرمش به سمت زرد و اینجا هم باز روی کانال آبی میتونم بیام حتی برگ ها رو کامل ببرم به سمت رنگ زرد و نارنجی. روی این عکس گل هم به همین صورت میتونم کاملا بیام به این تفاوتش چقدر زیاد میشه. کلا توی هیچ کدوم از قسمت های دیگه کنترل رنگ ها ما اینو نداشتیم که با یک اسلایدر تا این حد بتونیم تغییرات روی تصویر ایجاد بکنیم. بحث کالیبریشن در واقع یک، دوباره تکرارش بکنم، بحث تاثیرگذاری کانال های رنگی هستش. نمیخوام زیاد وارد توضیحات فنی این داستان بشم، ولی استفاده ازش میتونه رنگ ها رو برای ما خیلی جذابتر و جالبتر بکنه. خب پایان این قسمت در واقع تب ادیت، ما همه موارد رو توضیح دادیم و انشالله از جلسه بعدی میریم سراغ
قسمت‌های بعدی این سمت راست که مربوط به اصلاح قاب و کراپ و رفع خطاهای جیومتریک اصطلاحاً و دیستوریشن هاست و بعد از اون هم میایم سراغ ابزارهای ریتاچ و حذف و غیره. امیدوارم که تا اینجا آموزش ها مفید بوده باشه و بتونید خروجی خوبی رو از ادیت عکساتون داشته باشید.